دوستان عزیزتر از جان، قبلا این ویدیو گرفته بودم که مثلا من معرفی کردم این باغمو گرفتم، رایگان پیداش کردم. حالا میخوام یه آپدیت جدید بدم از باغ. اینجا رو مثلا گل کاشتم، اینجا رو اون چمن اضافی شما کندم، اون پشت معلومه آفتاب داخلشه، بزن برم از اون ور که بهتر معلوم بشه. اینجا رو میخوام همش چمن کنم. میدونی این قسمت رو، این همش درخت بود، درخت اضافه و اشغال مشغول، ریشاش تا اونجا رفته بودم. این کسایی که باغ دارن میدونن ریشه کندن چه درصد داره. اینجا رو همشو تمیز کردم تا اونجا صاف کردم. این قسمت چمنم پارسال کاشتم ولی حالا آفتاب سوخته همه رو، تو زدم چمنا رو. این درخت زردآلویی گرفتم از زیر داره در میاره، بالاش خوش شده، گرما زد بهش، چی میگن، سرما زد بهش. این گیلاسه، این یکی آلبالوه، اینا تماما آفتاب گردونن تا آخر، تا اونجا. اینجا بازم آفتاب گردون 5 تا اینجا کاشتم. اینا سبزی ایرانمونن، سبزی ایرانن، ریمون و بعد تربچه و چیش میگن اسمش هم رفت، شایی و تره و بعد اینا هم گوجه همونن. اینو اون روز گذاشتم آفتاب خیلی تیز بود، گفتم نسوزونشون، خیلی آفتاب تیزی بود، خیلی تیز بود. اونجا هم خیارامونن، خیار در آوردن، خیارش نشون بدم بچه‌ها، خیارای ریزی در آورده، نه گل در آورده، در نیاورده. من گوجه همونن، بعد این هم خود ترامبولین بچه‌هاست. یه هم آلبالو همونه، چه آلبالو هم بچه جاتون خالی، چه رنگی دارن. این آلو سیاه، آلو سیاه تقریبا 1 ماه دیگه میرسه، خیلی خوشمزه. بریم جلوتر، اول باغ جلوتر نشون بدم. این پونامونن، پونه ایرانه، گلابیه، یه هم سیبیه کوچولو، یه دونه سیب در آورده واسم. ببینید بعد اینا هم باقلامونن، باقله کاشتم، باقله هم در آوردن. باقلاش نشون تو بدم. بله اینجا کوچولو هم فعلا باید در کن دیگه. بعد این درخت گردوه، یا نعنامونن، نعنا واسه خوش کردن، نعنا واسه خوردن. آفتاب گردون باز زیاد کاشتم اینجا، گفتم 10 تخماشو بخوریم. یه هم درخت همسایه است، کسی داخلش نیست، میریم اتک میزنیم بهشون. این گلابی، این گیلاساش رسیدن، زوم کنم اینو مشخصه. آره نکن، گیلاساش آماده برداشتن. امروز میخوایم بریم سراغشون، اتکشون متر کنیم. آره دوستان، بعد بریم جلوتر. این گلا تقدیم شما دوستان. این بلوبریه، کوچولوه ولی بعد بزرگ شد دیگه. اینا هم توت فرنگی هامونن، دیروز همه چیدیم خوردیم جاتون خالی. این گل محمدیه، گل روز نمیدونم چه گلیه ولی خیلی گل میده، قد خوشگله. نکنید آره دیگه. بریم، این یه کیویه، این یه مینی کیوی کوچولوه، داخل پاییز فکر کنم دیگه، هوا که سرد بشه بعد در ند دیدم در آورده چند تایی. کجا به چشم اینجا نه کیوی هن، مینی کیوی هن. بعد این گیلاس یه پیوند زدم در نیومدن، فکر نکنم در بیان. باز آفتاب گردون، یعنی باغچه در چیش میگم اتاقمونه که داخلش میریم دیگه. این خونش خیلی بزرگه. این چمنا رو من تو فیلمم، تو ویدیو گذاشته بودم، زمین رو تمیز کردم بعد چمن تازه کاشتم. این گل روز پارسال یه دونه گل در آورد، یه دونه. همه رو قیچی کردم، نگاه کن چطور در آورده، پره، یعنی عجیبه، یعنی وحشتناک در آورده. این یکی، اینم همینطور، اینم باز قیچی کردم، اصلا گل در نمیورد. هنوز گلاش نشون نداده ولی خب تا کی در بیاره نمیدونم.
یه منقل کبابمونه در بازه، در دیروز یادم رفته ببندیم. اینجا پشت باغمونه. توی فیلمایی هست که پسرم دنبال آوا میدوه، اینجا میدوه، 3 تا آوا اونجا بود. حالا خیلی وقت خبر آوا نیست، من حس میکنم این شکارچی‌ها زدن ترکوندنشون بدبختا رو. اینجا هم دیگه تمش ممش زیاد است. یه هم درخت فندقیه، یه هم یه فندق سبز و فندق سیاه. دوستان عزیز، خیلی دوستتون دارم. امیدوارم در زندگی همیشه موفق و مؤید باشید. در آخر گل‌ها تقدیم به همه دوستان عزیز به امید دیدار مجدد.